درسته در حالت خطبه حرم الصلاة و حرم الکلام و الصلاة مختصرا میگن حدیث ها گرفته گرد بنابراین من حتی امری معروف نهیه مثلا من یه شخص صحبت کرده من هوای حق ندارم که باید خاموش شم نهیه منکر گم بلکه با اشاره باید فهمون میشه با زمان اگر گم که خفش دم تگید خودم ثواب رو همون نماز جمعه ما بین میرم چی جایی وقتی که امری معروف و نهی منکر در حالت که یه آدم حالت خطبه قبل رسید باشه نهی باشد با اون آدمی که به اختیار خودش یه صحبت ابلهانه میکنه به طریق اولا از فضیلت همین جمعه محروم شده دیگه حرامه حرام یعنی معصیت حرام گناهی رو میگن که کبیره است وقتی که جمعه میره حرکت کنید جمعه هاتون رو باطل نسازید ثواب جمعه هاتون از دست ندید یه جمعه کامل خونه یه ثواب کامل از جمعه هاتون به دست بیاره بنابراین مخویم حکما نماز است خیلی که در داخل نماز وقتی الله اکبر گفتی ممکن است با کسی صحبت کردن فقط با خدا متوجه میشوید همون دو خطبه که امام میخونه اونا در حکم دو رکعت نماز است برای من عزیزان میگن جمعه دو رکعت شد فرض است چون دو رکعت فرض دیگه از گویا حکم همون دو خطبه گویا حکما شما در داخل نماز استماع هوای واجب شما گوش کردن همون خطبه شما واجب است خاموش میشی حتی صدای خطبه به گوشتان هم نرسد فقط همه قدر میدانه که خطبه رفته شده یا که میکروفون خاموش شد اول خطبه رو شنیده خاموش باید سکوت کنی گم نزنید تو حضرت در همون حالتی چیز نماز در این تلفن رو زنگ میزنن آدم در نماز مثلا فرض پیشینه بونده در اون خستنه بعد آدم خیلی چی میکنه کسرش آوید میکنه تلفنش هم میگیره بعد که همون زنگوله میبره تو های با نگاه میکنه این خیلی میکشه بعد در کسرش میکنه اما خیلی میشه در حالت در نماز عمل کثیر میشه بله وقتی که طولانی شد عمل کثیر میشه عمل کثیر که شد نماز باطل میشه با اینا نیت کنه لیکن رفت هم دست اندازم خاموش کنه یا هم دست قلیل کنه باید باطل نمیشه میگه اگر برای رو به حضور نگاهش کنه و برسانه باید خیلی نغمه کنه امر معروف جمعه هم خطبه حساب میشه یا که نه امر معروف باید واجب نیست بشه واجب میتونه نماز هم خونه و وقت قیام نباشه من هم امر معروف هست بگه امام امر معروف داره پیش از جمعه بعد 12 از 12 و 10 تا 12 نیم قیامه این وقت نماز نمیشه خونده مکروه نماز خوندن باطل جایز نیست بعد 12 نیم باشه میتونه شما دو رکعت تحیه مسجد خونه بشینه موعظه رو گوش کنه و حکم خطبه رو نداره بعد نیکو دانلوجان یخلوش بو رستوران رفتگیم توی خیلی کردگیم یخلوش شبها داره که اکثر نکاح کنم نکنم کدام شبهه داره نکاح کنی اشکالی نداره همین نکاح بالای نکاح مثل وضو بالای وضو است حتی بعضی من نمیخورم اما نمیخورم مشکم میشه حتی بعضی علما میگن هر آدم توانه هر هفته نکاحش نو کنه به خاطر چی به خاطر یک کلمه کفر ممکنه وقت در زبانش میاد کلمه کفر که اومد فسخ میشه نکاح طلاق نمیشه فسخ حرام میشه و تجدید نکاح کنی خوبه از این خاطر نکاح بالای نکاح جای حذر کردنش نیست کنه اشکالی نداره هر وقت مثلا شما همه خانم خودتان گم لفظ طلاق هم در دام گم معصیت هم نکرده گناه هم نکرده میشونه زنک بیاد نکاح مانع نو کنه شاید بچه‌هات میشونین بالغ باشن و تن نفس میگه شما قبول میکنید الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله کتی تمام میشه نکاح تازه با حضرت در چیزی هم پوشیدم بعضی همه بعض امامای محترم بلندگویی که خوب خیلی بلند اما این مسئله اون توی کمسمالی و یا واسه مثلا نیتی همون شخص اعتقاد همون شخصه اگر همون محفل برای خودش جایز دانه حلال دانه بله به اون نکاحش به ضرر میرسه لیکن اگر دانه معصیت از گناه حرام باید اما مجبورون کردن علاج ندارم اینه وای گفته اگر با دلش نفرت داشته باشه اون صورت نکاحش به ضرر نیسته هر دو جانب اگر هم تو عقیده داشته باشن جانب عروس هم جانب داماد هم لیکن یک کش اگر رفت حلال میدونسته باشد بله به اون صورت و یا تجدید ایمان ضروره با تجدید نکاح ضروره ناموجون در بود صرافی میگه که در یک مجلس باید بگیری شود اگر مثل مجلس علیش کردن یکون ضرری کمه در یک مجلس همین صراف ها خود میتونن که در یک مجلس همیشه پول علیش کنن زمان خطا اومده شون بود هر جوت نمیتونیم مقصد نمیشه
همین مذهب ما خود خمو مولانا محمد تقی عثمانی یکی از مجتهدای معروف ما پاکستانی است در پاکستان. از حتی بعضی بچهای خودمون هم در پیشون تحصیل کردم دیگه. همین یه رساله شما داریم قولی اما ابو یوسف دلیل میکنه همین بیعهای صرافی را بیعهای پولای کاغذی ده میگوید یدم بیدین شرط نیست، دست به دست شرط نیست، نسیه هم باشد میشود میده. مثلا من یه شخصی در پاکستان میگه 100 روپیه مثلا پاکستانی را با یک رفیق خودش پاکستانی که پاکستانی در همجا سودا میکنه میگه در پاکستان میگیرم پولا جایزه میگم مذهب ما. اما مذهب علی من حدیث سلفی ها ده باید یدم بیدم نزد اون دکان دشه از دکان بیرون نمیشه که خیلی مشکله اخی امروز خیلی مشکله این کار. بنابراین قول محمد تقی عثمانی طبق مذهب ما همین خیلی آسانی برای همین صرافا میتیه. درسته. بلندگویا که در حالت نماز بلندگویا توی خیلی بمیشلینی کلونه یاد میکنه دستش قبیلگیه قرائت میکنه و بعد رکوع میکنه با در سجده میمورش اونجا و بعد خواستم بوم میکنه و بوم میخوره خیلیش هم دیگه نه از اون چیزی دیدم اونم میگه برای مردم بفهمم خوبه نه مثلا در عمل کسی دخونش رو میباید بکنه و اگر در ضرورت باشه بله اگر رفت بدون هوا امکان نداره دیگه مردم صدا رو شنیدن بعض ضرورات تبیح المعذورات میگن فقها نه که اگر رفت طریق دیگه امکانیت دیگر خیلی با مردم بس باشه بند باشن درست نیست بدون اگر بستن امکان باشه بندشه باید فکری بستنش کنه یا اون میدهاشو گیرد خیلی دست خیلی شوخی نفهمد بعضش حتی روکای درست کردن میتونه و در دست باشه رفت همونه اون خطیبا رو که همون رو در دست نگیرن خوبش مثلا بندن یه جوشون ده ولی دعای قنوت ایسال مذهب ما دعای قنوت دستا بسته میشه و قنوت لیتر یعنی که پیش از ما وقتی تکبیرش ده وقتی که شما قرائت تمام میکنه و تکبیر گفته نمیشه بعد دستا یا سر میده و الله اکبر میگه ولی اینش امری مهم نیسته این اختلافیه بعضی هم میگن چون وقتی که قرائت تمام شد دیگه در مذهب ما دست فقط در حالتی که یکم ذکر مسنون باشه قیام ده مثل قرائت مثل یکم ثنا صورت میبنده همین که مثلا از ثنا و قرائت که نباشد ارسالش میکنیم بنابراین پیش از تکبیر البته ارسال شود و الله اکبر بگیم ضرر نداره با بعد دیگه با که ثنا شروع میشد خنوت که ثنا هست با دستا رو میبندیم تکبیرهای عیدن که من خالیه سر میتیم اونجا چون هیچ ثنا نیست فقط در حالت ثنا و ذکر بله دستا باید این تو باشه وقتی که از ثنا و قرائت فارغ شدیم باید دستا رو سر تیم با حالا همه پرچه های میشاب چیز در تو ببینیم بروک و اسپول اداره میدن مخیلته رو من جر اسباله همونا نه بعضی ها دارم با میشاب دانگاه میگن وقتی نماز پرچه بروک نه بعضی ها قط میکنن بود تر میکنن یعنی که همون از همون نه چی میشه خیلی در نماز بله همون نه خلاص میشه اما با بدون نماز با متکل میشه و پیغمبر خدا من جر ازاره خیالها گفتن این عام گفتگی هستن یا داخلی نماز نه همیشه باید بنده مومن ازارش باید اول سنت تا نصف ساق هست اگر در دیار ما تا نصف ساق زمستانو و خونکاد نمیشه گشته یخ میکنه پاوی بنابراین تا بجول مباح هست تا من این بجول به کراهیت هست اون کراهیت نداره اون بجولی پاوتا میجره از وای پایش بله به همون حدیث وعید میداره اگر از روی کبر باشه بله حرام هست لیکن از روی کبر نباشه از روی یکم عذر باشه یا خونکی سرما باشه اشکال نداره اینا برای که حدیث ابوبکر رضی الله عنه وقتی همین حدیث حضرت گفتن کسی گفتن مثلا ازارش از روی کبر دراز میکنه خداوند مثلا جنت بر او حرام میکنه آتش دوزخ بر او لازم میشه ترسیدن گفت یا رسول الله من گفتم بسیار ازارو میخمد از بجولی پایان میشود و حضرت گفت تو از جمله متکبرها نیستی یعنی این کاری تو از روی کبر نیست برای که حضرت ابوبکر آدمی لاغرندان بودن خراب بودن ازاش برام خمیدن میگیریم همیشه
من اینو دلیل کرده بنابراین میگم از روی کبر باشه حرامه، از روی عذر باشه حرام نیسته. به هر حال تا وجود ضرر نداره، تا وجود کنه. اما این موی سرای کو مثلا پیشانی را چی میکنه تو سر میپوشونه مثلا خیلی کار در حالت سجده بعضی برو این دوای نمیدرود، دو کور امامه نمیدرود. برای که کور امامه جزئی بدن انسان نیست. این مو خودش جزئی بدن انسانه. و مثلا یه آدمی هست که پیشانیش سرموه، با وای همیشه با برای سجده کردن مکروه. و وقتی که همون پیشانی در پیش هم که باشد سجده کنیم. تو بیا با اجزای بدن سجده کردی. همون مو هم از اون جمله یک جزئی از بدن خودت نه هیچ اشکالی نداره. و چیزی که بیرون از عضو انسان باشه مثل تلپک، تاقی یا رومال بنده ولی بنابرای کراهیت داره. اون کور امامه دیگه نداره. خوب ساعت چند شد حضرت آقا ما رو رخصت این سوال شما باشه گپ بزنید اگه امری مهم باشه ساعت چند شد؟ هفتگی؟ کوی بچه خوب سوالاتون باشه حضرت در نماز فرض لقمت امام ده فرق نداره فرض نفس فرق نداره همین که امام وقتی که مقدار ما یجوز به الصلات کامل نکرده باشد و گم کرد ولی لقمه دادن لازمه باید لقمهش دیم اما مقدار ما یجوز به الصلات خوانده باشد اگر امام با عقل باشد دیگه برو باید الله اکبر گفته رکوع با مقدار ما یجوز به الصلات چیه یعنی الحمد خوانده است بالای الحمد 3 آیت زم کردگی هست و گم کرد بعدی باید آن اگر رفت اهل علم باشه دیگه شرط نیست آدما رو وادار کردن که من لقمه تکرار کرده ایسته برو بعد الله اکبر تو رکوع با میگه اگر رفت الحمد خواند یا آیت خواند یا 2 آیت خواند که گم کرد اون صورت باید لقمهش دیم تا اینکه نماز کامل شد قرائتش کامل شد بعضی جوانا تو تنگ میپوشن و حالت نماز رکوع سجده و بعضی چیزاشون نمودار میشن پشتاشون و قطعاشون نمیدونم اون کراهیت نه اگر رفت از قسمت نوف بالا باشد و کراهیت تنزیهی است یعنی ترک اولا و افضل هیچ خیلی در نماز نقصان است چرا از نوف بالا رو پوشاندن آن اول باشه اگر مقدار باز رو باشه اگر کشف شود مثلا من رون تو همیشه یک رو باید یا عضو یعنی 4 تقسیم میکنیم اگر رفت 25% برهنه شد نمازش باطله کم باشه نمازش مکروه اما از نوف بالا باشد کراهیت نداره از نوف بالا این کراهیت تنزیهی است ولی بعضیا میگن کرتی آستین کالت مکروه هست این مکروه تنزیهی است سری برهنه مکروه است مکروه تنزیهی است ما هم چند کتاب مولانا عبدالحی مکروه تنزیهی گفته است الفقه الاسلامی و وهبه زهیری مکروه تنزیهی ولی به خاطر همین تاقی بسیار آدمان از مسجد پیش کرده شد این عمل پیش کردن گناهی بزرگتر از گناه سری برهنه خواندن باید این به سوادو نمیدونم مکروه تنزیهی یعنی چی؟ ترک اولا و افضل افضل با سری پوشیده خواندن رفته با سری برهنه خواندن گویا کار افضل ترک کرده است مثلا خوبتر ترک کرده است خوب خوانده است کار خوب انجام داده است خوب است و خوبتر است مکروه تنزیهی پوشیده به سر برای حضرت جابر حدیث بخاری است که یه وقت عرب ها عادتا 2 متاع داشتن یکی قسمت بالایی بدن از ناف بالاشون رو میپیشوندن یکی ازار نگه از ناف پایانه تازه ازاره و همون ازارش خطی ازار تنها خطی نماز کن اون ریدایی که باید در بدنش پیشونه اون ریدا رو در بدنش نگیرید در میخ گذاشته نماز خون که یک نفر تماشاش کرد بعد نماز فارغ شدن و ایرادش گرفت و گفت این چه کردی شما این لباسون در میخ آویزان به این حالت شما نماز خونده که به حضرت گفتم من همین نماز رو به خاطر شما به نشان دادن قصدن خواندم که تا تو بان احمق‌ها ببینه گفتن که همین نوع نمازم صحیح است همین نوع نمازم درست است ولی که اصحاب رسول اکرم کدام باید 2 قبض و 3 قبض لباس داشتن گفتن غالبا از صحابه ها گفتن همین میان پایانشون محکم بود بالاشون کشاده بود نماز میخوندن مثل حج که حاجی ها دارن بنابراین همین کارو میکنن همین حدیث گرفته بنام بسیار علما ها میگن بله اگه آدم با مایک نماز خونه نماز صحیح است قبول است فقط مکروه تنزیهی است یعنی ترک اولا و افضل کرده افضل این است که باید پوشونیم سرم پوشونیم مثلا
این بهتر است البته این ترانه، اما به خاطر این شده این مسجد آدم رو بیرون کنن بسیار گناه عظیمه. پرهیز کنن هم کسایی که به خاطر کرتی آستین کوتاه و به خاطر سری برهنه آدم رو از مسجد محروم میسازن. ای خدا ترسن. گناه این بزرگتر از گناه اون سری برهنه خوندن و کرتی به آستین خوندن است. خیر آمین. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و کفانا. خدا فیض و برکات خیرات در این خاندان و در این محل و این شهر حصار خدا نازل گردان و آفت و بلا و بیماری و رنجوری و فقر و تنگدستی خداوند دور گردان و همه شما را با اهل خانواده‌تان خداوند توفیق پیروی نمودن از قرآن و سنت تا روز مرگ جدا نگرداند. پروردگار دنیا و آخرت ما و شما را آباد و معمور بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب